وقت ناهار شد و داخل مرسدس بنز اسکلاس هستیم و خب از اونجا که نمیخوام وایسم که وقتم طرف شه برای غذا خوردن، دیسترونیک پلاس رو فعال کردم تا ماشین خودش کنترل رو دست بگیره که من به راحتی بتونم غذا بخورم. من الان فرمون اینا رو رها کردم کامل توی جاده و از این قسمت دوتا آپشن بین خطوط و فرمون رو کنترلش رو در دست میگیره و این هم دسته دیسترونیک پلاس هست که باهاش میتونم فاصله با ماشین جلویی رو بر حسب متر تنظیم کنم که توی پشت آمپر هم میتونید ببینید که این آپشن قابل تغییره و به این صورت میتونم سرعت رو کم و زیاد کنم یا فاصله ما با ماشین جلویی تنظیم کنم همونطور که میبینید. و در این قسمت بعد از اینکه سرعت رو من کروز میکنم روی 110 تا و گاز و ترمز هم کاری ندارم چون با ماشین جلویی تنظیم میشه و به راحتی میتونیم بریم ساندویچی که خریدیم رو بزنیم و خلاصه که جاتون خالی از مناظر اطراف لذت ببریم. واقعا مرسدس بنز دیگه ترکونده، همین راحتی که میبینید میتونید غذاتون رو بخورید و از سواری این شاهکار لذت ببرید.